مادر پدرهامان همین که کم می آوردند، یک سفره موسی بن جعفر نذر می کردند. یک سفره موسی بن جعفر نذر می کردند. عصر سه‌شنبه خانه ما رو به راه می شد. یک سفره می افتاد و درد ما دوا می شد. با اشک وقتی چشم مادر آشنا می شد، آجیل های سفره هم مشکل گشا می شد.